بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان، امیدوارم که حال دلتان عالی باشد. بپردازیم به استارت اولین جلسه از مینی دوره رایگانی که من برای شما خواستم آماده بسازم، چرا که قبل از ورود به بازار شما بعض مباحث نیاز دارید بفهمید، بعد اون ببینید که آیا تیپ با شخصیت من به بازار میخوره، من کسی هستم که تریدر شده میتونم یا نه، بعد وارد بازار بشید. این مباحث هست که هیچ کس در هیچ جا برای شما نمیگوید و شما مستقیما از آموزش تکنیکال شروع میکنید و زمانی که وارد بازار میشید همینه که ضرر پشت ضرر، ضرر پشت ضرر و در آخر این بازار به درد من نمیخوره. این بازار اصلا برای کلاهبرداری است و امثال این حرف و خدا نگهدار. چون شما قبل از این که مباحث پایه بازار، مباحثی که خیلی برای هر تریدر ملزومه اصلی هست رو بدانید، رفتید سراغ استارت تکنیکال و همین باعث میشه که شما یک تریدر خوب در آینده نشوید. خب بپردازیم به مباحثی که اینجا من نوشتم و یکی یکی همه رو شرح بدم. ببینید، بازار با هیچ کسی دشمنی ندارد. این دیدگاه منه که برای من مشکل ساز میشه. بازار زمان خلاف میل من حرکت میکنه که من خلاف جهت بازار حرکت کنم. این جمله خیلی حرف زاره در خودش. حالا چی معنا میده؟ خب بازار سعودی است، سایکل سعودی است، بازار قیمت میره بالا، اوکی، قیمت همینطور بالا میره و من اینجا چه کار میکنم؟ به جای اینکه بیام از اصلاحات بازار به دنبال گرفتن پوزیشن خرید و فرصت خرید اینو ببینم، به دنبال همینم که قیمت میره بالا من سل بزنم، قیمت میره بالا من سل بزنم و همین باعث میشه که ضرر بدم و در اخیرا بازار بده و امثال این حرفا که من مطمئن هستم که همه ما اینو گفتیم و قرار است شما در آینده هم اینو بگید. وقتی من در جهت بازار حرکت نکنم، خب همین میشه، ضرر میدم. به عنوان یک تریدر برای من اصلا مهم نیست که بازار صعودی است یا نزولی، قیمت قرار بره بالا، قرار بیاد پایین، من به دنبال نوسان گرفتن از رفت و برگشت قیمت هستم. تریدر کسی هست که از صعود و نزول بازار میتواند کسب درآمد کنه. شما اگه قرار تبدیل به تریدر شدید، اصلا برای شما نباید مهم باشه که بازار صعودی است، بازار نزولی است، قیمت میره بالا، قیمت میره پایین، چون شما از هر دو جهت مارکت میتونید کسب درآمد کنید. حالا بیت کوین بالا میرفت، من برای شما میگفتم بازار لانگ هست، دنبال پوزیشن لانگ باشید، چون سایکل صعود بود. زمانی که قیمت به 71500 رسید، گفتم که اینجا دیگه جایی است که قیمت ریورس میکنه و اصلاح میده و پوزیشن‌های خریدتون رو ببندید و به دنبال پوزیشن‌های فروش باشید که در واقع همینطور هم شد و بیت کوین از 71500 اصلاح کرد الی 64000 دلار. کار یک تریدر معامله کردن هست، نه سرمایه گذاری و خرید اثبات. شما قبل اینکه وارد بازار شوید باید تیپ شخصیت خود رو مشخص کنید. قراره برای چی کار وارد این بازار بشید؟ شما قراره معامله کنید؟ قرار از بالا رفتن و پایین رفتن قیمت صعود کنید و یا فقط دنبال این هستید که دیدگاه سرمایه گذاری داشته باشید که در قیمت های پایین من بخرم و زمانی که قیمت میره بالا من بفروشم و تمام؟ کسی که کارش خرید فروش در اثبات، از اون شخص دیدگاه سرمایه گذاری داره تا تریدری، حالا چه کوتاه مدت چه بلند مدت. ببینید، سرمایه گذار کسی هست که کفهای قیمتی رو شکار کند و در سقف‌ها بفروشد. اثباتکار فقط از بلند رفتن قیمت صعود می‌کند، در حالی که تریدر از هر دو جهت. اینجا فرق تریدر با سرمایه‌گذار و اثباتکار مشخص میشه، چون زمانی که سرمایه‌گذار در کف قیمتی میره و در سقف میفروشه، خب در سقف هم هر کسی فروختن نمیتونه، در وسط سیو سود میکند. وقت زمان قیمت میرسد، اون دیگه از ریزش قیمت سود گرفتن نمیتونه و دنبال این است که در اصلاحات قیمت دوباره در کف‌ها خرید بزند به هدف سقف. ولی تریدر از هر دو جهت، حالا بازار بالا میره، خب پوزیشن بای من میزنم، وقتی بازار
میریزه و پوزیشن سیل میزنم. همین فرق سرمایه‌گذار و تریدر هست که تریدر از هر دو جهت کسب درآمد کردن میتونه در این بازار. حالا شما هم تیپ شخصیت خود را باید مشخص کنید و در صورتی که شما میخواید تریدر شوید، خب این مباحث رو باید در نظر بگیرید. و این بود اولین جلسه از مینی دوره رایگان که امیدوارم این مباحث رو شما یاد گرفته باشید و یک دیدگاهی برای شما داده باشه برای اینکه به دنبال چه کار هستید در بازار و آیا قرار از شخصیت شما تریدر ساخته شود یا خیر. تا جلسه بعدی که میپردازیم به بررسی رفتار قیمت و اینکه قرار است چه کارهایی انجام بدیم. خدا نگهدار و امیدوار هستم که نهایت استفاده را از این مینی دوره داشته باشید.